مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. امروز قصد داریم که یه قسمت دیگه ای از معمای بازداشت و دستگیری روح‌الله اعظم توسط نهادهای امنیتی ایران رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خیلی از افراد و خیلی از اشخاصی که به روح‌الله اعظم نزدیک بودن توی این 2-3 روز گذشته با رسانه‌های مختلف مصاحبه کردن، صحبت کردن و این صحبت‌ها یک سری پازل‌ها رو کنار هم دیگه میذاره که قطعاً قضاوتش میتونه با خود شما باشه. قبل از اینکه این مستند رو من آغاز بکنم، یه تیکه از فیلمی که هولوش 2 سال پیش صدا و سیما ایران پخش کرد و یک کد جالب رو داد که بی ربط به بازداشت روح‌الله اعظم نیست رو با هم دیگه ببینیم. بیایم من این پازل رو برای شما آغاز میکنم. تمامی این مهره‌ها برای ایجاد التهاب در خیابان‌های تهران توجیه شده بودند و شاید دور نباشد روزی که شخصی که در بین این افراد نفوذ داشته است به تهران بیاید و از جزئیات دستورات امریکایی‌ها برای قائله 12 سال پیش بگوید. بله، شاید به تهران بیاید و از پشت پرده های یک سری ماجراها بگوید. حالا چه ربطی داشت؟ خودتون این پازل رو حل میکنید. اما داستان رو از شخصی به اسم مازیار آغاز میکنیم. مازیار شخصی هستش که اولین بار در قسمت دوم ایستگاه پایانی دروغ از او یاد شد و تصویر اون رو به عنوان مدیر فنی آمد نیوز نشون دادن. یکی از نکات این کیس اطلاعاتی ضربه زدن از طریق بستری بود که اگرچه مغز متفکر فنی پاریس نشینان نسبت به امنیت آن هشدار داده بود، اما تصور گزیده شدن از طریق سوراخ واتساپ شاید برای خودشان هم سخت باشد. پورتای UTP رو ایران تونست دسترسی پیدا کنه. جدی؟ آره. تنها پورتی که ایران نمیتونست دسترسی پیدا کنه پورتای UTP بود که اونم دیگه بله، صحبت‌های مازیار رو دیدید که در ایستگاه پایانی دروغ منتشر شد. مازیار رفت با تلویزیون‌های آمریکایی مصاحبه کرد، با شهرام همایون مصاحبه کرد و یک سری توضیحات جالب داد، در حالی که چند ماه پیش سام محمودی سرابی در مصاحبه‌ای که با من انجام داده بود خودش رو سهامدار اصلی رسانه آمد نیوز میدونست. حالا آقای مازیار سندی رو منتشر میکنه که میبینید روی تصویر که میگه که او مدیر آمد نیوز بوده و روح‌الله اعظم هم رئیس آمد نیوز هستش و خودش رو به عنوان نفرات اصلی آمد نیوز معرفی میکنه. در آمد نیوز تخصص من کارهای فنی بوده بیشتر. آمد نیوز من مدیر هستم، روح‌الله اعظم پرزیدنت یعنی رئیس و خانم زم هم در واقع کارهای حقوقی رو انجام میده. از اون طرف وفا نیکفری که قطعاً یک قسمت مهم پازل ماست میاد و همه جا خودش رو سرمایه گذار آمد نیوز معرفی میکنه. حالا جلوتر هم بهش میپردازیم و یک دونه فایل صوتی محرمانه هم دیروز منتشر کردیم که در اون فایل صوتی خانم شیرین نجفی میگفتش که آقای وفا نیکفر خودش به ایران سفر میکنه و میاد و اینم جالب هستش که آقای وفا نیکفری که خودش رو سرمایه گذار و اسپانسر آمد نیوز معرفی میکنه میگه که من به غیر از شیرین نجفی و روح‌الله اعظم کسی دیگه ای رو جزو اعضای تیم آمد نیوز نمیدونم. روح‌الله اعظم 2 تا شخصیت رو خیلی بهشون علاقه داشت. اول خانم شیرین نجفی بود، دوم من بودم. حالا من میبینم در فضای مجازی خیلی‌ها دارن عنوان میکنن آقای زن بیش از حد به خانم شیرین نجفی اعتماد داشت که من موندم که این مازیار پس این سند رو نشون داده. این آقایی که خودش رو به عنوان سرمایه گذار معرفی میکنه چی داره میگه؟ ببینید. اسپانسری ما ندیدیم از آقای نیکفر. آقای نیکفر با اینکه میدونست شبانه روز من کنار روح‌الله هستم هنوز به من زنگ نزده یه همدردی بکنه بگه چی شده. کدوم اسپانسر؟ ادمینای ما هنوز پول نگرفتن. همین مسعود الان باهاش مصاحبه کردیم ازش سوال کنیم 2 ماه حقوق نگرفته. کدوم اسپانسر؟ ما داشتیم با جیب خالی داشتیم با ناخن سنگ میتراشیدیم. هر جا رسیده داخل هر کانال یه کت شلوار کراوات میپوشه من اسپانسرم. کدوم اسپانسر؟ کدوم پول اومده تو حساب روح‌الله اعظم و من میتونم تو کامپیوترم واز کنم به خاطر اینکه
سیوش کرد حساب بانکیش رو داخل کامپیوتر من. کدوم پول از آقای نیکفر برای آمدنی؟ پس اینی که در یکی از برنامه رولا گفته بود ما $1 میلیون برای تأسیس تلویزیون داریم، اون چی بود پس؟ آقا کو؟ یک سند آقای نیکفر نشون بده که من به رولازم پول دادم، اینقدر پول دادم. کدوم هر رولازم اصلا از این شوکه شد که رفت عراق. از اپریل امسال یعنی سال 2019 رسما اعلام کردم که اونم توی فضای مجازی میتونن مردم ببیننش که اسپانسر آقای رولا زم هستم، ولی آقای زم حدوداً 12,000 یورو پول داشتن ایشون. رولا وقتی رفت به عراق، شما که میگی حساب بانکیش دست شما بود، چقدر تو حسابش پول بود؟ 300 یورو. حالا این وفا نیکفر رو داشته باشید، جلوتر باش کار داریم. اما همین وفا نیکفر یک دونه دعوتنامه جعلی و با مشکل برای رولا زم ارسال میکنه که بره استرالیا. رولا زم و خانومش میرن پاریس توی سفارت استرالیا که بخوان ویزا بگیرن. گویا اون دعوتنامه‌ای که آقای نیکفر فرستاده بوده که روی تصویر هم میبینید مشکل داشته، جعلی بوده و ویزا به رولا زم نمیدن. رولا زم به واسطه یکی از دوستانش در استرالیا بهش تماس تلفنی گرفته میشه که برو پاریس همراه همسرت و بچه‌ها. خب ایشون که خودش گفته آقای نیکفر دیگه. بله. اون برگه رو ویزای رولا رو درست کنه، که ویزای رولا رو برای استرالیا درست کنه. بله. وکیل اون برگه رو میفرسته برای یه برگه میفرسته برای رولا که رولا بلند شو روز دوشنبه برو به سفارت استرالیا در پاریس و رولا با سکیوریتی و با شما راه میافتین میرین سفارت استرالیا در پاریس. شما و یکی از سکیوریتی های رولا دم در وای میسین، رولا میره تو، از بالا پلیس دیگری به این پلیس که پیشش نقشه ها عملی میشه و سر به زنگا شیرین نجفی زمانی که رولا زم در پاریس بوده زنگ میزنه، میگه آقا بیا یه پولی گرفتیم از آقای آیت الله سیستانی، حالا چه 15 میلیون یورو ناقابل که همش هم 500 یورویی خشک بوده. و گفتم دیگه رولا زم یا ضعف پول داره یا ضعف یه چیز دیگه، نمیدونم شاید اصلا اینطوری میشه و وسوسش میکنن. البته اینا تئوریایی هستش که مازیار تعریف میکنه، نه رسانه پشت پرده اینا رو تایید میکنه نه تکذیب. ببینید فقط متوجه شدم که شیرین در واقع بهش گفتش بیاتش عراق. شیرین زنگ زد و شروع کرد که همیشه به رولا میگفت دادا، گفت دادا بلند شو بیا و فلان و این چیزا. بعد یه دفعه من گوش عصبانی شدم، به حالت البته همکاری یا شوخی گوشی رو از رولا کشیدم، گفتم شیرین تو انگار حالت خوب نیست، مخت 5 کار میکنه تو. بعد گفت نه دادا خیالت راحت، من همه تدارکات رو دیدم و فلان و این چیزا، دادا باید بیاتش اینجا، آیت الله سیستانی فقط میخواد با رولا. در واقع 1 ماه قبل شیرین مشرق نیوز زد که ما شیرین رو دستگیر کردیم. رولا ساعت 6 صبح منو از خواب بیدار کرد، گفت مازیار دسترسی های شیرین رو ازش بگیر. شیرین رو گرفتن، مشرق نیوز زد، اسکرین شاتش رو رولا برای من فرستاد. ولی من رفتم داخل سایت مشرق نیوز، اصلا دیگه آثاری از اون اسکرین شاتی که رولا گرفته بود نبود، یعنی سریع پاکش کرده بودن. شیرین 3 روز خبری ازش نبود. حال من و روح‌الله رو باید میدیدین. خب به هر حال من بیشتر ناراحت روح‌الله بودم، چون بیشتر به اون فشارا بیشتر به اون بود تا به من یا به باقی. پس میشه فکر کرد شیرین رو از اون مقطع اینها در اختیار گرفتن. آفرین. من اینو حاضرم نمیدونم که حاضرم هر جایی بگم که این اتفاق افتاده و شیرین 1 ماه دست اینا بوده و به قول یکی از بچه‌هایی که من باهاش مشورت کردم از ادمینای آمد نیوز، بعید نیست اصلا ایران باشه شیرین تو این 1 ماه. بازداشت نشدم، چون اگر بازداشت میشدم مرتب با دوستانم صحبت نمی کردم. من حتی آخری بار در ترکیه بودم و با دوستانی که در ترکیه بودم کاملا مطلع هستن. به خاطر حریم شخصی که من جایی هستم من نمیتونم تصویر بدم، ولی مطمئنا من به هر چیزی که مقدسات برای خودم قسم میخورم بنده در بازداشت نبودم. من هیچ وقت 15 میلیون یورو پول نشون ندادم به آقای زم. این کاملا دروغ محضه. نمیدونم از تو اتاق خواب شیرین بود یا چیزی، یک دفعه در لپتاپش رو تا واز کرد و اینو ببین مازیار، 500 یورویی خشک بود
و یک چیزی حدود 15 میلیون یورو 500 یورویی خشک در واقع عکس گرفته بودن و شیرین فرستاد تو واتساپ روی کامپیوتر رولا و رولا اینو نشون من داد، گفت مازیار بودجه آمد نیوزم خدا رو شکر رسید. حالا شیرین میگفت رولا باید بیاتش اینجا، چون من با پاسپورت جعلی وارد خاک عراق شدم، رولا باید بیاد این پولو با خودش ببره فرانسه یا بزنه به حساب خودش و باید با آیت الله سیستانی هم مصاحبه کنه هم قرارداد بنویسه. خوب توجه کنین تا اون ثانیه‌ای که من بغل روح‌الله بودم و خانمش هم میتونه اون زمان قبل از اومدنشون به پاریس خانمش هم میتونه اینو بگه، روح‌الله هیچ وقت با آیت الله سیستانی صحبت نکرد. خود آیت الله سیستانی هم میتونه اینو تایید کنه حرف منو. پس اینا همش نقشه‌های شیرین بوده. واقعا پول زیادی بود و من موهای بدنم سیخ شد. بله دیگه، یعنی این همه پولم یک جا ندیدن و تحریک میشن. و از اون طرف شیرین نجفی بلیت روح‌الله اعظم رو برای عراق میگیره که بره اردن، بعد از اردن هم بره عراق. بعد شیرین نجفی میاد میگه که من روح‌الله اعظم رو دعوت نکردم، خودش اومده، منم مهمان بودم. ای بابا خب مشخصه دیگه، تو دعوتش کردی به عراق که بره مهمون یه شخص دیگه بشه، پس شما هم الان دارید راست میگی هم دارید دروغ میگی. خیر، من دعوت کننده نبودم. من باز در مصاحبه‌ای که قبلا هم با تلویزیون شما داشتم گفتم و بارها تاکید میکنم، من هم از مهمانهایی بودم که دعوت شده بودم به کشور عراق، ولی از ابتدا من خبر داشتم از اینکه ما قراره برای عقد یک قراردادی وارد خاک عراق بشیم و با یک سری از نمایندگان که به اصطلاح از نزدیکان، یعنی از دوستان بودن، ما بخوایم باهاشون دیدار بکنیم. از اون طرف وفا نیکفر میاد مصاحبه میکنه، میگه که من هیچ اطلاعاتی از این که آقای روح‌الله اعظم عراق بره نداشتم. ای بابا شما چه حامی مالی بودی که نمیدونستی روح‌الله اعظم کجا میره؟ اینو هم ببینید. من در خصوص سفر آقای اعظم هیچ گونه اطلاعاتی ندارم که بتونم به شما بدم چه روزی ایشون رفته. من آقای مازیار رو یک جلسه بیشتر با ایشون برخورد نداشتم، ولی هیچ زمان آقای اعظم نظر مثبتی نسبت به ایشون نداشتن که یک جلسه خصوصی من و روح‌الله و شیرین با هم بودیم که شیرین الان بهتر شهادت بده که روح‌الله اعظم چه برداشتی نسبت، چه دیدگاهی رو داشت. پس داستان چی شد؟ وفا نیکفر یه دونه دعوتنامه استرالیا برای روح‌الله اعظم میفرسته که جعلی بوده، ویزا بهش نمیدن. از اون طرف همزمان شیرین نجفی بهش میگه آقا بدو بیا، پول تو عراق آماده شده. میاد عراق و از اون طرف یه نکته جالبی وجود داره. وفا نیکفر از دید روح‌الله اعظم اصلا اعتباری نداشته. حالا چجور اعتماد کرده و رفته سفارت که بخواد ویزا استرالیا بگیره بحث دیگه. این صحبت‌های روح‌الله اعظم در خصوص وفا نیکفر هم بشنوید که انقدر وفا میکنه. ببینید. وفا 2 جلسه هم 100 تا شروور به من گفت، منم پیچوندمش. وفا کیه؟ بابا من وفا آدم یه آدم کوچولوئه که من اونجا 4 دفعه باش حرف زدم. یه آدم کوچولوئه. وفا کیه بابا؟ 2 جلسه من با یاسر با وفا حرف زدم، دیدم داره شروور میگه، گفتم آقا عمود کجا داره میگه، میشینه پای منقل شروور میشینه میکشه به شروور آدمی نیست که بابا وفا، یارو میشینه پای منقل 30 گرم 40 گرم میشینه میزنه به ما کجا میگه. نه بابا وفا من چیکار دارم؟ بله، یعنی دیگه بدونید که پا منقلی به وفا نیکفر میگه، دیگه آدم چی میتونه بگه. اما نکته جالبی که وجود داره، شیرین نجفی در تمام مصاحبه‌های خودش هی اصرار میکنه که با یک سری دوستان در عراق دیدار داشته. بعد یه جای سوتی میده، میگه قرار بوده که برن آیت الله، یه آ میگه، یعنی میخواد بگه آیت الله سیستانی، یه آ میگه بعد میخوره میگه یه سری از دوستان. ما قراره برای عقد یک قراردادی وارد خاک عراق بشیم و با یک سری از نمایندگان که به اصطلاح از نزدیکان، یعنی از دوستان بودن، ما بخوایم باهاشون دیدار بکنیم. من قبل از آقای اعظم وارد عراق شده بودم و آخرین باری که من با آقای اعظم دیدار داشتم یک شنبه شب بوده. من ایشون رو دیدم و
تا ساعت 12 شب به وقت عراق منتظر ایشون بودم که ایشون به حرم رفته بودن و دیگه موفق نشدم بعد از اون ایشون رو ببینم، چون شهری که من در اونجا ساکن بودم برنامه‌ریزی شده بود و همچنین آقای زم شهر دیگه‌ای بودن، یعنی آقای زم نجف بودن ولی من در یک شهر دیگه‌ای یعنی در کربلا بودم اون وقت. دیگه شیرین نجفی هم تایید کرد که روح الله اعظم تو عراق دیده. از یه طرف دیگه BBC میاد میگه که نه، روح الله اعظم به محض اینکه هواپیماش نشسته تو عراق نذاشتن از هواپیما پیاده بشه، دستگاه اطلاعات امنیتی عراق گرفتنش، تحویلش دادن به بازجوهای اطلاعات سپاه و اصلا این آدم از هواپیما پیاده نشده. و این یعنی اینکه شیرین نجفی هم این فیلم‌ها رو بازی کرده و گفته که آره من اون طرفو دیدم. و تحلیل BBC هم ببینید. اونطور که به من اطلاع داده شده این دستگیری آقای زم نتیجه یک طرحی بوده که بیش از 1 سال تا 1.5 سال روش کار شده بوده، اما دستگاه اطلاعاتی عراق تقریبا 2 روز پیش از بازداشت او از این موضوع خبردار شده بوده با نامه‌ای که دریافت کرده بوده که جهت دستگیری آقای زم و به این شکل آقای زم از سفارت عراق در پاریس روادید دریافت کرده بوده و با این روادید با هواپیما میره به بغداد و در فرودگاه بغداد وقتی که هواپیما به زمین مینشینه مأموران عراقی میان و در داخل هواپیما آقای زم رو نگه میدارن تا وقتی که همه مسافران پیاده بشند و سپس او رو میارند و سوار ماشینی میکنند و میبرند به محل سازمان اطلاعاتی عراق و در اونجا 36 ساعت آقای زم در اونجا در بازداشت به سر میبره و بازجویی میشه. بازجویان ایرانی او رو بازجویی میکنند و در عین حال همه ابزارهای ارتباطی او کنترل میشه. اما تا حالا با خودتون فکر کردید که به نظرتون یه شخصی رو فرستادن خارج از کشور که تمام اپوزیسیون‌های خارج از کشور رو شناسایی بکنه، یه مستند هم حتی براش میسازن که دیگه کسی شک نکنه، از اون طرف کانال تلگرامی رو میبندن که قشنگ بتونن یه سری افراد رو شناسایی بکنن و بعد از اون تمام عوامل داخلی و خارجی رو شناسایی میکنن و خیلی شیک و مجلسی روح الله اعظم دست به سینه نشسته و همه رو لو میده. الان هم شاهد دارن هم سند دارن و خیلی از این افراد رو بازداشت میکنن و فرستادنش خارج از کشور و همه رو هم شناسایی کرده. این تئوریایی که نمیدونم آره پول دیده و نمیدونم این تئوریایی هم که تعریف میشه فکر میکنم همش باد هوا هستش. فقط میخواستم بهتون بگم که این رو هم میتونیم ما احتمال بدیم. بگذاریم. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. منتظر باشید در روزهای آینده ببینیم کدوم تیکه از پازل های این بازداشت تکمیل میشه. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. مرسی.